خب دوباره تمرین خلاقیت با یک سری از کلمات کاملا نامرتبط، اصلا هیچ ربطی به هم ندارن از نظر معنایی. دوباره ما 8 تا کلمه رو از این کتاب فرهنگ لغت انتخاب کردیم و نوشتیم و باهاش یک داستانی ساختیم و نوشتیم. 1 خشن، 2 دوری، 3 تضاد، سطل آشغال، قرارداد اجاره، سوسیس، پتو، طالع بینی. برخلاف تصورات گذشته که هر کسی میرفت مشاوره یا تراپی بهش میگفتن دیوونه، الان خیلی فرهنگ تراپی رفتن جا افتاده. مثل خود من که تو زندگی خیلی این قضیه کمک بزرگی بهم کرده. بعد 1 سال مشاوره رفتن به صورت مستمر فهمیدم هرچی احساسات ناشی از دوری پارتنر و احساساتی که باعث میشه به یه آدم خشن تبدیل بشم و همه تضادهای درونیم رو پرت کنم تو سطل آشغال ذهنم، از استرس تمدید قرارداد اجاره آپارتمان در به داغونم که از بس از این پله ها رفتم بالا و پایین آرتروز زانو گرفتم، تا تأثیرات خرافات طالع بینی و وسواس بد بودن سوسیس های کارخونه‌ای روی ذهنم رو تونستم مدیریت کنم تا کمتر از سر افسردگی تا لنگ زور بخوابم و واسه فرار از نور مستقیم آفتاب پنجره قدیمی اتاق پتو رو سرم بکشم، اونم یه پتوی 2 نفره گل بافت تو چله تابستون.